به تاریخ 30 قوس سال 1392 دادستانی کل افغانستان طی اعلامیه به رسانه‌های کشور هشدار داد که اگر از این پس علیه منافع ملی نشرات داشته باشند با برخورد جدی قانونی روبرو خواهند شد. در این اعلامیه آمده بود که تعدادی از رسانه‌ها علیه منافع ملی نشرات می‌کنند و به این رسانه‌ها توصیه شده است که نباید با استفاده از فضای باز آزادی بیان به چنین نشراتی دست بزنند. بخشی از اعلامیه دادستانی کل چنین است: چنانچه دیده می شود یک تعداد رسانه‌های تصویری، صوتی و چاپی با سوء استفاده از آزادی بیان از قانون و چارچوب‌های اخلاقی سرپیچی می‌کنند، مسائل شخصی و گروهی را ترجیح می‌دهند، علیه منافع ملی عمل می‌کنند و قانون رسانه‌های همگانی و قانون اساسی را زیر پا می‌نمایند. پس از این با مرتکبین این اعمال برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این اعلامیه اداره لوی سرنوشت افغانستان پس از آن منتشر شد که تلویزیون ژوندون به دلیل دشنام دادن و اهانت آشکار به شماری از اقوام افغانستان از سوی این اداره محکوم شناخته شد و نشرات آن قانونا تعلیق شد. با کار آمدن امارت اسلامی سر و صداهای گوناگون بلند می شود که گویا امارت اسلامی کسی را اجازه نمی دهد تا از حق آزادی بیان استفاده کند. در واقع هر کشور و هر جامعه معیارهای معلوم و خطوط تعریف شده از خود داشته و هرگز به کسی اجازه نمی دهد تا خط قرمز مملکت را نادیده گرفته یا خلاف ارزش‌های اسلامی و ملی فعالیت داشته باشد. هندوستان مرکز و بستر دموکراسی در جهان است، اما به هیچ کسی اجازه نمی دهد درباره منطقه کشمیر اظهار نظر جانبدارانه بکند، طوری که آنجا منافع ملی هند با تهدید روبرو شده و از منافع پاکستان دفاع صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ده‌ها کشور دیگر در آسیا و همچنان اروپا و آمریکا هرگز به کسی اجازه نمی‌دهد تا با استفاده از حق آزادی بیان و اندیشه با ارزش‌های ملی و منافع علیه کشور مخالفت ورزد یا اینکه خلاف آن اظهار نظر بکند. آزادی اندیشه و بیان در کشور اسلامی کاملا متفاوت از آن است که در جهان غرب به آن اجازه داده می شود. در ممالک غربی هر کسی حق دارد به مقدسات توهین کند، به کرامت انسانی ارزش ندهد و هر کسی را دشنام دهد، اما در نظام اسلامی حق این چنین آزادی و اندیشه اصلا داده نشده است. در جامعه اسلامی کسی حق ندارد که به کرامت انسانی توهین کند، عزت و حرمت آبروی یک مسلمان را خدشه‌دار ساخته و شخصیت او را ترور کند. در قوانین بسیاری از کشورهای جهان حق آزادی بیان و اندیشه به مردم داده شده، اما نشانه گرفتن منافع ملی، ارزش‌های اسلامی، توهین و بی‌حرمتی به مقدسات و این گونه موارد دیگر اصلا مجاز نبوده و در صورت ارتکاب مجرم به پنجه قانون سپرده خواهد شد. امید است آزادی بیان و اندیشه را نخست تعریف و بعداً عملی کنیم. چرا آزادی بیان؟ زیرا که آزادی اندیشه و آزاد اندیشی باعث تعریف، ترسیم و تعقیب منافع واقعی یک مملکت می‌گردد، باعث افزایش روحیه و انگیزه شهروندان یک کشور می‌گردد. آزادی اندیشه ایجاب می‌کند که در راه تأمین منافع ملی اندیشه و ادراک خود را بیان کنیم، ولو اینکه در اثر ابراز آن منافع شخصی، گروهی، حزبی و جناحی فدا شود.